ببین فاش و فحشا معلوم است. اهل فاش و فحشا معلوم است. گپ امیالی که اهل فحش و فحشا معلوم. برادر ما کوهستانی قایصر عیسی و دیگه دوستانی که در برنامه هست، برادر ما که در استرالیا هست، قبل از اینکه بپردازم اگر قرار است نقطه قوت نظام اسلامی در افغانستان تشریح بکنیم، امی که در حریک قدرت هست مخالفینش نیست، جبهه جنگ در افغانستان وجود نداره، به این معنی است که نظام در حریک قدرت است و از موقف قدرت با جهان صحبت می‌کند. در رابطه با معاهده قطر اینجا صحبت گفته شد. قطر یک موضوع استراتژیک بود. ایالات متحده امریکا باید از افغانستان بیرون میشد. با جنایت‌های پی در همه که در افغانستان کرده بود و تمام ولایات جنوب و جنوب شرق را ویران کرد، خانه‌های مردم را ویران کرد، مساجدشان را ویران کرد، قریه و کسباتشان را ویران کرد، برخلاف تمام موازین بشری انسانی و همون موازینی که خود ایالات متحده امریکا و ارزش‌ها پابند بود در افغانستان زیر پا کرد و به سر کسانی در افغانستان سرمایه گذاری کرد که از بطن و متن مردم افغانستان نبود. توسط ایالات متحده امریکا دیسان شدند و ایالات متحده امریکا پول و ثروت همه در اختیارشان قرار. زمان هم که ایالات متحده امریکا دستشان را قطع کرد و با یک استراتژی بسیار به نفع افغانستان را ترک گفت، نظامی با خود تعیین کرده بود و رو با خود برد. بهتر است به گذشته فکر نکنیم. امروز منافع ملی افغانستان در چیست؟ منافع ملی افغانستان امروز در این است که نظام اسلامی که در افغانستان هست، تمام گروهایی که در بیرون در داخل در هر جای هست، روی یک اجماع ملی و مکانیزم ملی کار بکنند که در او منافع ملی افغانستان را تحلیل بکنند. منافع ملی افغانستان در جنگ نیست. جنگ در افغانستان منتفی است و هر نوع جنگ از هر آدرس باشد و هر نوع باشد برای افغانستان، برای مردم افغانستان دیگه مفید و مؤثر نیست. یکی ما داریم اختلافات داخلی ما و یکی دیگه داریم دستاوردهای نظام اسلامی افغانستان. نظام اسلامی افغانستان دانست با وجودی که تمام دنیا درهای خود را به رویشان بسته بود، اقتصاد و پول افغانستان پابرجاست. با چین و روسیه در یک سیاست متوازن و بی‌طرف وارد گفتگو شد. سفارت چین و روسیه را در اختیار امارت اسلامی افغانستان قرار داد. ایران با تمام مشکلات مذهبی که در افغانستان داشت با صدها میلیون دلاری که در افغانستان سرمایه گذاری کرد، بالاخره با امارت اسلامی افغانستان کنار آمد و این به نفع ما هست. آنکه کسایی که به علم استراتژیک و ژئوپلیتیک منطقه میفهمند، بهترین و قوی‌ترین کشورها او است که در کشورشان جنگ نباشد، مردمشان کشته نشود. اگر قرار است به گذشته برگردیم، گذشته نداره که افغانها وسط را نکشته باشد، نکرده باشد. امروز ملی افغانستان در این شرایط حساس و دشوار تاریخی است که فرصت که در افغانستان مساعد شده نیروی خارجی در افغانستان میتونیم به یک اجماع ملی و توافق برسیم. بحث دیگه است که اگر قرار است اینجا گفته شد بخشی که الان پروژه هست و اگر ما یک طالب یک پروژه باشه، جمهوریت 1000 پروژه و هر پروژهش با یک کشور استخباراتی جهان وابسته، پول میگرفت، ثروت میگرفت برای کشتن و بستن مردم خود، هیچ تعریف از منافع ملی افغانستان و برای مردم افغانستان نداشتند. رهبرانشان را در سطح جهان ببینید، با پولهای هنگفتی که از افغانستان بردن، چور و چپاول و غدر و خیانت را پیشه کردن. به این صورت شرایطی که برای ما مسائل شده، اول اینجا گفته شد من نماینده از امارت اسلامی، نمایندگی از امارت اسلامی افغانستان نمیکنم، من زیر چتر امارت اسلامی افغانستان زندگی میکنم، یکی از هواخواهان امارت اسلامی افغانستان هستم و خوشبخت هستم که به دیگرها هم احترام میگذارم. هر برادری که با هر نظریت هست، کسی جمهوریت هست، کسی خلاف جمهوریت هست، کسی امارت هست، اما منافع افغانستان در این شرایط بعد از این دیگر جنگ نیست. موضوع آخری که بسیار مفید است باید گفته شود، وقتی که میگیم راه گفتمان، افغانستان از یوگسلاویا هم بدتر نیست. افغانستان از کشورهای در غرب مراکش
موناکو و کشورها قرار داشت بدتر نیست میتونه افغانها روی یک اجماع ملی و یک مکانیزم ملی به توافق برسند. مکانیزم ملی دری است که ما بپذیریم یک دیگر خود را با وجود تمام اختلافاتی که داریم، با وجود تمام مسائل داریم. ما روز در توییتر، در فیسبوک، در بسیار مسائل روزها هزارها دو و فاش میخوریم، ولی من حیث یک افغان و مسلمان معتقد به این هستیم که مردم افغانستان در هر جا که از برادر ما است. افغانها سرزمین خود را، کشور خود را درست نکنند، کشورهای خارجی درست نمیکنند. اجازه بدین در رابطه با کشورهای همسایه که در کنار ما هست بگم. جناب مختار اگر اجازه بدین در بخش دوم میکنم، فقط جمله رو میبندم چون روی می بحث تمرکز می بفرمایید که ما جنگ‌های افغانستان و مردم افغانستان در جنگ‌های استخباراتی منطقه و فرامنطقه قربانی شد. کشورهای همسایه عمق استراتژیش در قبال افغانستان تغییر نکرده. استراتژی پاکستان پابرجاست و استراتژی ایران هم در افغانستان یک دولت ضعیف است. قوت‌های هژمونیک منطقه و فرامنطقه در بازی‌های توسعه طلبانه خود هنوز در افغانستان پالیسی که در روشنی منافع ملی افغانستان باشه ما ندیدیم. بله بفرمایید، من در خدمت هستم. اینجا بسیار تشکر جناب دکتر عاطف مختار، هوادار یا در بیعت طالبان. به هر صورت حالا که مقام حقوقی ندارید و جای خودش، به هر حال از سیاست‌های امارت اسلامی شما دفاع میکنید عملاً و علنا. تشکر از حضورتان که جرأت کردید در برنامه سیاست افغانستان حضور پیدا کنید. هر از گاهی دوستان شما می آمدن ولی اخیراً زیاد علاقه ندارن در رسانه ها ظاهر شوند. با برخی از اونها که ما صحبت میکنیم میگن ما چیزی برای گفتن نداریم. به هر حال مردم افغانستان مطالبات دارن در حوزه‌های مختلف و ما یعنی حاکمیت نتونسته محقق کنه. هر از گاهی گفته شده خجالت هم میکشیم به خاطر که حقوق زنان زیر پا گذاشته شده، وضعیت معیشتی درست نیست، بحث مشروعیت نظام چه در داخل منطقه و جهان تا حل فصل نشده و ده ها مشکل دیگر. جناب قاری صاحب عیسی محمدی، سلام بر شما. شما صحبت‌های دوستا رو شنیدید، نظریات شما رو بگیریم. تشکر جناب زرابی صاحب محترم. من هم به نوبه خود سلام و احترامات خدمت شما مهمانای عزیز و بزرگوار شما جناب کودامانی صاحب، کوهستانی صاحب و همچنان دکتر صاحب عاطف مختار که حال ما چند روز پیش عکس‌های شدیدی ماشاءالله سر منبر شیشتن و جمعی از مردم و اینا برایشان تبلیغ میکنن. واضح یک لقب براشان دادیم که شمس المشایخ باید براش بگوییم و جناب شمس المشایخ دکتر صاحب عاطف مختار اینا هم سلام تقدیم میکنیم. دستاوردهای طالبا در 2 سال ما امو یک ضرب المثل ساده و عامیانه را بگم که شنیده بودیم که پالوان زنده خوش است و ما اصل مطلب و مقصد و هدفش نمی‌رسیم که چی معنا. حال از روزی که طالبا آمدن من والله نمیره فهمیدم که پالوان زنده خوش است. طالب به نمی غرور کاذبانه خود که دنیا را مچم که شکست داده و که نظام اسلامی است و عدالت عمری است و مچم که عدالت است، در حالی که یک نظام نامشروع است که هیچ قانون نداره، هیچ یک خط مشی نداره. شما فقط تنها کابل را نبینید جناب زرابی صاحب، ما در اطراف همراه دوستا و اقارب که در تماس میشیم در اوج تماس داریم. شما باور کنید که هر طالب در قریه و قشلاق در منطقه خود از خود یک حکومت داره، از خود متام هم سارنوال است، هم قاضی است، هم اسکر است، هم پلیس است و هم چیز است. در این 2 سال افغانستان مرکز تروریسم جهان شده. ایمن ظواهری در کجا بود؟ ما تا دیروز با پاکستان انگشت میگرفتیم، انگشت اعتراض که مرکز تروریستا است و اسامه بن لادن در ایبک زدن. اینا گرفتن ایمن ظواهری را آوردن در وزیر اکبر خان براش جای دادن و کل دنیا را هم وانمود کردن که این مرکز تروریسم، اما مرکز اصلش مرکز افغانستان، پایتخت افغانستان اینمی کابل است. خوب آزاد و اونموجه هر تروریسم که بخوای عرب باشه، عجم باشه، از چچنیا باشه، از هر جای که باشه اونموجه زندگی میکنه. 90% مردم ما تحت فقر و غربت زندگی میکنه و به خاطر حل مشکلات مردم هیچ کدام آدرس هم نیست. به خاطر مبارزه با فقر و غربت و شکم مردم اینا اصلا یک ذره فکر و تصور ندارن، فقط اینا در عیش و نوش هستند. زرابی صاحب
فقر غربت تا حدی رسید که یک افغان ما شما مجبور میشه گرده خود بفروشه تا که یک مریض خود تداوی بکنه، یا مریض خود تا پشاور برده بتانه، یا برایش یک جلد پاسپورت گرفته بتانه. فقر و غربت به حد رسید که امروز از فقر و غربت ملت ما، مردم ما، اینمی طالبا سو و غلط استفاده میکنه. ملا صاحب 50 ساله میره نکاح میکنه با دختر 12 ساله و 14 ساله و 15 ساله و خانه خسر خود به خاطر همو پایوازی میگه یا چی میگه پایوازی، و یا به خاطر دیدار نامزاد خود در هلیکوپتر میره. ولیکن هیچ کدام آدرس هم نیست که اون ما را محاکمه بکنه که چرا شما این کار میکنین. دستاورد طالب در این 2 سال 3 میلیون افغانای ما از کشور خارج شدن به هجرت و به ترک کشور مجبور شدن. اینا به جایی که شرم بکنن و مانع دمیروی اونا شوا عذر کنن، زاری کنن که بگوین که خیر است، ظلم و وحشت و بربریت به اتمام میرسانه، شما نرین، ما یک راه حل پیدا میکنیم. بلکه اینا چی میکنه؟ به مردم تانه و تانه بازی و که انواع و اقسام و القاب زشت و ناروا را اینا به ما استفاده میکنه. خانم های افغانستان که نصف از جامعه افغانستان هستند، اونا از تمام حقوق شرعی و اسلامی و انسانی اونا محروم هستند. اجازه تعلیم و تحصیل را ندارند. خداوند برایش میگه اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن خداوند میگه بخوان. الله عزوجل میفرماید که بخوان، طالب میگن نه، منتظر باشین، امر ملا غیبت خان بالاتر از امر الله است. امروز ما از طالب در پرسان میکنیم در برنامه لایو که چرا شما اجازه تعلیم و تحصیل به خواهرای ما نمیتیم؟ میگه ما منتظر امر ثانی ملا غیبت خان هستیم. یعنی امر الله عزوجل را به تعلیق انداختن تا که امر ملا غیبت خان بیاید. ژورنالیست های افغانستان که تعدادشان غالبا به 12,000 نفر میرسید، زرابی صاحب بزرگوار، امروز تعداد اونا به 4,000 هم نمیرسد. ولیکن طالب خوش است که نظام شرعی است و نظام اسلامی است. به جز مولای خودش که همراه طالب 20 سال در تخریب افغانستان مکاتب و پل و پلچک و شفاخانه و مکتب و اماکن عام المنفعه در او تخریب امرایش پالو در پالوشانه باشانه کار گرفته و تباهی و بربادی افغانستان سهم گرفته. دیگه مولا هم حتی قبول نداره، مفتی هم قبول نداره، عالم دین را هم اینا قبول نداره. چه رقم اینمی دستاوردهایشان هستند. شما ببینید زرابی صاحب کادرهای علمی و قیمتی و مسلکی افغانستان را انواع و اقسام توهین کردن، تحقیر کردن، بعضشان را زندانی کردن، شکنجه کردن که حتی تا پاکستان تا پشاور رفتن هم اونا غنیمت فکر میکنه. و 1,500,000 ما دمی 20 سال چیز دار و ندار که داشتیم، 1,500,000 ما کادرهای علمی را، کادرهای مسلکی خود را ما از دست دادیم. امروز روح الله نیکپا یک افغان ما شما رئیس تکواندوی نیوزیلند میشه. دکتر محمد مراد رئیس کرکت بورد امریکا میشه. همچنان دیگه افغانای ما که دمی 2 سال امریکا رفتن، 1 ماه 2 ماه 6 ماه که بیکار بودن، هر کدامش امروز در کار هستن، 30,000 و 4,000 و 5,000 ماش میگیرن و همون زندگی روزمریشان پیش میره. روح الله نیکپا به نیوزیلند قدر و قیمت داره، دکتر مراد به امریکا قدر و قیمت داره. دیگه کادرهای علمی ما به اروپا و امریکا و کانادا، استرالیا قدر و قیمت داره. دیپلم داریم یا غوش باز است بیا، ماستری داری بیا، پی اچ دی داری بیا، وی آی پی از اینجا بلندتان میکنه. طالب طرفشان لوک لوک سایل میکنه. به طالب هیچ قدر و قیمت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه به طالب افغانستان مهم نیست، به طالب ملت افغانستان نیست. جناب زرابی صاحب 1000 طیاره داشته باشی، پیلوت نداشته باشی، طیاره را کی بلند میکنه؟ 1000 فابریکه داشته باشی، انجینر نداشته باشی، کی پیش برده میتونه؟ انسان‌های مسلکی. طاری صاحب محترم، زرابی صاحب خلاص میکنم. نه و یک چیز میخوایم اجازه بده، یک چیز میخوایم بپرسم، به خاطر که بعضی موضوعات مهم است، مردم ما ممکنه برشان سوال خلق شود. شما فرمودین که یک طیاره پیلوت اگر نداشته باشه، در افغانستان از دید طالبان امیرالمومنین وجود داره، شما انکار میکنید؟ از دید طالبان ای کاش که طالبان دید ما و شما را میداشت. دید ما که از دید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. خدا میفهم کسانی که میفهمن و میدانند. شما ببینید علم است که امروز ما شما را میبینیم و شما ما را ببینید. علم است که امروز کودامانی صاحب در کانادا شیشته و ما در اینجا شیشته و یکدیگر را میبینیم و صدای خود آنقدر نزدیک میشیم که از اون طرف اتاق تا داخل خانه ما نمیشتیم. اینا صم بکم عمی فهم لا یعقلون.
چشماشان بسته است. سرابی صاحب بیان حقیقت را بگویم. من به دکتر صاحب مختار میگم شما باز یک پرسش را مطرح کنید از دکتر صاحب برای شما بله پاسخ میایم. من کوشش میکنم وقت بیشتر برای دکتر صاحب مختار بدم که به پرسش‌های شما پاسخ بدم. ما از دکتر صاحب میخوایم که صادقانه پاسخ بده، صادقانه خدا را حاضر و ناظر و شاهد بگیره، ایمانا و وجدانا اینا بگیره. ما میگیم دکتر صاحب هاتف مختار خدا رو ببینه، بیا حقایق رو بگو. در این نظامی که شما برش نظام عدالت عمری و اسلامی برش میگین، فساد به حد رسیده که یک جل پاسپورت از 2000 تا 5000 به فروش میرسانه. سوال ما این است که رفیق دکتر صاحب هاتف مختار جنرال مبین 2-3 دفعه قندار رفت و 2 هفته و 3 هفته در اونجا منتظر ماند. و کسی که سالهای سال به طالبان لابیگری کرد ملا هیبت خان دیده نتانست. یک وقت هاتف مختار به ما هم یک پیشنهاد کرد که بیا ما برای دکتر سچی امیرالمؤمنین نشان میده. امیر شما ترار در کابل هستین، به نمایندگی ما شما برین امو امیرالمؤمنین ببینین که امو امیرالمؤمنین نشوه که گدر 20 سال بعد باز ما و زرابی صاحب یا بسیار زار ضعیف و ضعیر باشیم و یا از دنیا رحلت و سفر کرده باشیم، مرده باشیم و یک کسی باز کتاب چاپ کنه به نام کرنل امام و بگه که در او وقت ملا هیبت خان یک سمبول بود، یک آدم بی سواد از یک قریه و قشلاق که نه مکتب خوانده بود نه مدرسه خوانده بود، هیچ چیز نمیفهمید، تمام فرمانها را کرنل امام صادر میکرد. و امروز که ملا هیبت خان است، ملا هیبت خان هم حضور نداشت، تمام فرمانها را از جمهوری پاکستان یک کرنل پاکستانی ما بشینیم 20 سال بعد که باز یک کسی پیدا شود. ما سوال میایم اینا میتونن که برن امیرالمؤمنینشان را ببینن و برای ما بیاید بیادر سر قرآن دست ببانه که برای امیرالمؤمنین هست و شخصیتش تعریف بکنه، از ظاهرش از سیرت از او یک توضیح و تشریح بدن. ما امیدوارم جناب دکتر صاحب مختار یادداشت بفرمایند که با پرسش مشخص شما میخوایم در این مقطع کوتاه پاسخ بدین، بعد خدمت جناب کوهستانی میرسیم. با 2 اصل باید از لحاظ علمی فوکس بکنیم. یک بحث علمی است که اگر ما قرار است واژه‌هایی که هر روز استفاده میکنیم و بار بار استفاده کنیم این واژه دیگه کاربرد نمیباشد. حضور و وجود امیرالمؤمنین ملا هیبت الله حفظه الله قطعی است. 3000 علما در کابل کل امیرالمؤمنین را دید. از اروپا هیئت بسیار بلندپایه‌ای که استاد برکی با چند استادان دیگر بود با امیرالمؤمنین ملاقات کرد. صدر اعظم ملاقات کرد. اگر قرار است امی واژه ها را که ما هر روز به شکلی گوناگون بالا و پایین میکنیم، ما از افغانستان و یا در چارچوب منافع ملی افغانستان چیزی نداریم. به خاطر علم و حکم علمی است که ما اوضاع و شرایط افغانستان را درک جنگ با کی میکنیم. دیروز کسانی که در حریک قدرت بود کی بودن؟ اگر جنرال امام قبول نداریم، پاکستان قبول نداریم، بپذیریم که حضور واشنگتن و حضور انگلند و حضور ناتو هم در افغانستان برای مردم افغانستان قابل قبول نبود. اگر قرار است ما اتهام ببندیم. جناب مختار ما نمیخوایم در برنامه بگو مگو شوه، مشخصا نمیخوایم بپرسم، تکرار کنم پرسش، یک لحظه خواهش میکنم مشخصا اجازه بدید، خواهش میکنم یک لحظه معذرت میخوایم. ما میخوایم پرسش مردم به یک شکل انتقال بدم که شما یک پاسخ شفاف عنوان کنید. ما هم جز مردم هستیم، از مردم هستیم، از بطن مردم هستیم، در این خاک شهید دادیم، یتیم دادیم، اسیر دادیم، مبارزه کردیم، مجاهده کردیم. ما مردم افغانستان هستیم، شما هم مردم افغانستان هستیم. اگر شما خودتان قادر هستین در کابل امروز تصمیم بگیرین تشریف ببرین قندهار؟ چرا نمیتونم؟ اگر ما رو بپذیرن، من حیث یک افغان بپذیرن، میرم. شما به عنوان نماینده مردم افغانستان، از کسانی که در خارج از افغانستان است، همینجا ما همین نمایندگی رو برای شما تلویح میتونم. سرابی صاحب محترم، اگر قرار است که من صحبت نکنم باز موضوع چیزی دیگری هست. بفرمایید. اگر قرار است که من اجازه بدین که صحبت بکنم، ما هر موضوعی را که مورد بررسی قرار میدیم، وضعیت ژئوپلیتیک و استراتژی افغانستان را مورد مطالعه خود قرار بدیم. در کجای تاریخ قرار داریم؟ کیها بود که با ما بازی کرد؟ ما میگیم که در به مکاتب و مدارس برای دوشیزه ها و دختران و بانوان افغانستان باز شود. طریق باز شدنش چی است؟ ایالات متحده امروز میگه فقر افغانستان ریشش به کسانی برمیخورن که امروز در اروپا و آمریکا و استرالیا به میلیاردها دلار از افغانستان فرار دادن. باید از اونا بپرسین که شما جنایتکاران دیروز، غاصبین دیروز، ظالمان دیروز نان مردمتان چرا فرار دادین؟
برن شهر کابل ببینین، شیرپور رو ببینین که کدام مقامات بلندپایه دولت ظالم و غدار و خائن بود که افغانستان را چور کرد. ما دفاع از یک کسی نباید، وقتی شما بحث را اکادمیک میکنین و بحث را مورد علمی قرار میدین، نبرین بحث سر یک بخش قرار بیاین. ما سر عمومیات افغانستان حرف میزنیم. طالب امروز یک واقعیت است، بپذیری نپذیری باید با این واقعیت کنار بیایید. گروه‌هایی در بیرون افغانستان یک واقعیت است. من میخوایم جسارت کنم وارد شوم. افغانستان جناب دکتر صاحب مختار، ببینیم کمونیستان یک واقعیت بودن در افغانستان. کمونیستان واقعیت بود. کمونیستان وطن فروش بود، با روس‌ها معامله کرد. ما بر علیه آمریکا بلند شدیم. فرق میکنه کمونیسم با طالب. کمونیسم در اشغال افغانستان دست داشت. ببر کارمل به صراحت شیطان هم واقعیت است. شیطان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما قرار ما بود که ما به گپ یک دیگه خود نپریم. خب ما بر شما وقت زیاد میتم، راحت صحبت کنیم. قرار است که ما با گپ های یک دیگر خود بپریم، اخلاق و ادب مجلس زیر پا میکنیم. قرار ما که ما واسطه گپ درابی صاحب من میرم. با براتون گفته بودم که من جای مهمان هستم. ایشان صحبت کردن، ما با کمال احترام شنیدم، با کمال احترام سراپا درفشانی که کردن ما شنیدم. هیچ حرف بدی هم نزدیم، بعدا هم نمیزنیم، عالم نمیزنیم، وطندار. شما جنبندی تونه بفرمایید در این بخش. بفرمایید. ما فقط نقاط آخر میگم و این نقاط آخر می است که امارت اسلامی افغانستان از بطن و متن مردم و بر علیه ایالات متحده امریکا افتخارا را در سرزمین خود جنگ کرد. بحث ازی که ما چه رقم جنگ کرد، استراتژیش چه رقم بود، در استراتژی چه رقم موفق شد، بحث جداست. امروز سیاستمداران روشن و آگاه و دلسوز سر حال حرف میزنن، از ماضی یا از گذشته پند میگیرن. امروز وحدت ما، کنار بودن ما، با هم نشستن ما و به طرف یک اجماع ملی حرکت کردن به نفع ما هست، به نفع نظام اسلامی هست، به نفع کسانی که در بیرون افغانستان هم هست. بعد از این هر نوع جنگ از هر آدرسی که باشه، جنگ روانی باشه، فیزیکی باشه، حربی باشه، استخباراتی باشه، نه به نفع ماست و نه به نفع افغانستان. جمله آخر همسایه های افغانستان در قبال افغانستان استراتژیش تغییر نکرد، چون ما در اختلاف زندگی میکنیم. هنوز نتونستیم سلیقه خود را کنار بگذاریم و منافع ملی افغانستان را در نظر بگیریم. بله، سپاسگزارم. جناب محترم رؤوف کوهستانی. زرابی صاحب کم وقت بتین. براتون گفته بودم من میمار هستم. از جناب کوهستانی عذرخواهی میکنم. اگر کوهستانی صاحب لطف کنه ما کم وقت بده، ما یک دو سه سوال از آقای مختار بفرمایید. کوهستانی صاحب بسیار زیاد معذرت میخوام. ببینین جناب هاتف مختار، بازا ما فکر میکنیم که هاتف مختار یک روز حقیقت را میگوید. ما فکر میکنیم که عالم است، ما فکر میکنیم که دنیا را دیده، ما فکر میکنیم که از الله میترسه و یک روز بالای هیبت خان صدا میکنه که این مظالم و جنایات و وحشت را دیگه بس کنید. ولیکن میبینیم بازم که میایه فهمیدید همون سیاست منافقانه و دروغ که میگه طالب از بطن مردم و از متن مردم بلند شده. اگر از بطن و متن مردم بلند شده چرا نمیره طرف انتخابات؟ خب میگه خائن خائف از خود چرا میترسه؟ از دیگه طرف باز میگه که منافع افغانستان در جنگ نیست. خب من در اینجا میگم که آقای هاتف مختار که یک دو سه کلمه جیوپولیتیک و چند فرمول یاد گرفته و در اینجا میگه، در حقیقت بیادر شما از جمله سمون و بکمون هستین که از حدیث رسول الله خبر نیستین. اگر هاتف مختار از قرآن و یا از حدیث رسول الله خبر می بود اینا نمی گفت. امروز بالای ملت افغانستان فرض است که از سرزمینشان در برابر جنایات و وحشت طالب دفاع بکنه. امروز بالای ملت افغانستان فرض است که از دینشان در برابر جنایات و مظالم طالبانی دفاع بکنن. طالب امروز زمین ما را غصب کرده، دین ما را غصب کرده، بالای حریم شخصی ما هجوم آورده. در اینجا فرموله رسول الله چی است؟ در اینجا قرآن عظیم شان چی میفرماید؟ طالب یاغی و باغی که امروز میگه منافع ما در جنگ نیست، ما خب 20 سال براتون چیغ میزدیم که بیاین در یک جای بشینیم، بیاین صلح بکنیم و صلح و خیر خداوند براتون میگه. شما خود آمدین امروز که در چوکی شیشتین و عیش و نوش میکنین. رسول الله صلی الله علیه و میفرماید من قاتل دون ماله فهو شهید. اگر هاتف مختار از این حدیث خبر می بود باز این گپا را نمیداد. خب ای کاش همی که ماستری و دیپلم های و پی اچ دی های دروغین بیادر شما به مردم قطار میکنین، کاش
به حدیث رسول الله را یاد می‌داشتی. کاش که یک حدیث رسول کریم صلی الله علیه و سلم را اینا یاد می‌داشتند. داداش کنین پیش خود جناب هاتف مختار از جمله اونمو اشخاصی است که تا دین روز ریش کل بیادرد اینجا با ایمای سکس کار میکرد، تا دین روز با ریش فرانسوی جناب زرابی صاحب اگر اینا میگن که امیرالمؤمنین اگر اینا را بپذیره، اگر امیرالمؤمنین حضور داره چرا حکمتیار بیعت نمیکنه؟ می سوال ما را شما بنویسین، باز اگر من نبودم شما مطرح کنید. چرا حکمتیار بیعت نمیکنه؟ چرا خودش با نمیره با جمع از دیگه علمای افغانستان بیعت نمیکنه؟ و اگر میگه که امیرالمؤمنین 3000 یا 4000 ملایا در تالار لوی جرگدید، خب ما خود در قرآن عظیم شان الله بر ما فرموده که دروغ نگوین که لعنت الله علی الکاذبین. با 4000 علمای پشتوان خود ملا هیبت خان، امو کسایی که امو هواداراش بودن به اونا خود نشان ندادن، پت بود. پس به ما و شما زرابی صاحب خود نشان میته؟ قسم بخوره در 4000 ملای کدامشان دیده؟ ما در برخی از علما یک چند نفرشان میشناسم، قسم میخوردم که ما ندیدیم، دروغ است میگه. خب اینا برن حکمتیار صاحب اجازه بدید. زرابی صاحب اجازه قاری صاحب اجازه بدین وقت تنظیم شد، چون شما اجازه بدین 3 نفر هستین، ما وقت بیشتر برای دکتر صاحب مختار میدم. نه اینجا نفر یک کس میگه منافق هستی و باز میگه که چند لغت یاد گرفتی. ما افتخارانه در پانتون فوت اول نمره بود، افتخارانه تحصیلات عالی از شما بهتر است. من میتونم در کدام پانتون اول نمره بودین جناب دکتر صاحب؟ اجازه بدین گپم نپر، ما به گپ شما نپرید. در کوم پانتون بوده؟ خب مونږ تلک تاسو تشریح کړئ. مثلا دلته څوک شته ځان سره یاداش کړی دي څه بوده؟ گپتان نپرید. قاری صاحب اجازه بدین صحبتایشان داشته باشن لطفا. قاری صاحب محترم، اگر قرار است ببین زرابی صاحب، اگر قرار است به شکل ماهرانه یک نفر اینجا بیا فاش بگه دو بزنه، فاش نیست بیادر، فاش نیست. عملتان کل دنیا میبینه. اجازه بدین. یک سال چقدر تغییر کردین شما؟ کجای از این فاش است؟ چقدر خود مؤدب میگیرین؟ چقدر خود مؤدب میگیرین؟ کجای از این فاش است؟ اجازه بدین وقتی که کسی با ما اتهام وارد میکنه که فاش جملهشان منعقد بشه، اجازه بدین جملهشان. ما شما را مخاطب میکنم وقتی که یک کسی میاد و میگه فاش، در حالی که ببینید فاش و فحشا معلوم است. اهل فحش و فحشا معلوم است. گپ امیالی که اهل فحش و فحشا معلوم است. دکتر صاحب ویدیوهای فحشایتان تمام صفحات اجتماعی را گرفتن. ویدیوهای فحشاتان تمام صفحات اجتماعی را گرفتن. ابتدای برنامه از شما دوستا خواهش کردم شخصی نکنید. ملی شخصی نیست. وقتی یک کس میایه و به ما میگه که فاش، شما میال دو میزنین، مردم هم در رابطه با شما بسیار چیزا میگن. بگذاریم که نوبت ما برسه، برزان به خنده های پلاستیکی دروغی تان بازی که شما را میگه شما به جمهوریت جاسوسی میکردین، چور میکردین، چپاول میکردین، میلیون ها دلار دادین. اگر ما با وطن خود جاسوسی کرده باشیم این یک بهترین صفت است. اگر یک کسی به وطن خود جاسوسی بکنه این خود بهترین صفت است. این خود بهترین صفت است. دکتر صاحب بگذارید صحبت کنید لطفا. زرابی صاحب اجازه است ما یک چند درس کنم کمی. جناب کوهستانی بفرمایید. بله اجازه بدید. ببین جناب زرابی عزیز، یک خواهش از دوستان عزیز دارم اینجا که ما به عنوان دکتر صاحب مختار یک لحظه من بیرون میشم از پروگرامتون یک لحظه. دکتر صاحب مختار من به خاطر زرابی آمدم. نفر اینجا آورد اینجا آمد نفر دو ما به خاطر از این آمدیم که دروغ نگوییم. روی صحنه یک چیز هستیم با ریش کلان و با ریش کلان مردم بازی نتین لطفا. اون چیزی که حقیقتتان است، امو منافقتتان، امو کفرتان، امو دروغتان، امو فحشایتان، شرابخوریتان، لواطتتان، زناکاری محمدی قید خاک جناب زرابی صاحب لطفا اجازه بدین. قاری صاحب اجازه بدین. زرابی صاحب تا بکای چشم مردم خاک میندازن. اجازه بدین. برای جنایتکارا لابی میکردین، از جنایتکارا از طالب کسی جنایتکار بیشتر است. از طالب جنایتکار و وطن فروش و غلام بیشتر کسی دیگه است. از طالب جنایتکاری بزرگ کسی دیگه شده میتونه. از ملا هیبت خان
از ملاحظاتان که در جلوی افکار بزرگ کسی دیگه است. دکتر مختار طالب هم نمیرسی مثل از تو آدم طالب کده بزرگترین جنایتکار و غلام وطن فروش و خائن کسی دیگه بوده میتونه؟ نیست. با کمونیسم هم نمیفهمی. از تعریف کمونیسم دیگه چیزی نداری. چرا باید مختار یک لحظه اجازه است؟ ما از برنامه بیرون میشیم. شما ببینید باید بیرون شوید. چتلی و مرداری کردین، چتلی و مرداری کردین که باید بیرون شوید. شما اگر یک بحث میفهمین بازی نکنین، با بحث بگردید. باور به قرآن کنین که هیچ علم سیاست نمیفهمین. بجز دو، بجز فحشا. سیاست شما چی است؟ اگر وطن فروشی علم سیاست باشه، اگر خائن خیانت و وطن فروشی، جاسوسی و غلامی و نوکری و غلامی پاکستان علم سیاست باشه، لعنت به این علم سیاست. لعنت به این علم سیاست. اگر جاسوسی و غلامی وطن فروشی باشه، اگر تعصبات قومی، تعصبات سمتی، تعصبات مذهبی، تعصبات قومی شما دامن میزنید. شما علم سیاست است. اگر علم سیاست است، وطن فروختن علم سیاست است، جاسوسی علم سیاست است. یک روز که فرانسوی جور کردن، دیگر روز لنگی مانده، این علم سیاست است. کجای از این علم سیاست است؟ جناب دکتر صاحب، شما بیاین این علم سیاست به ما تشریح کنید که جاسوسی، غلامی، وطن فروشی علم سیاست است. یکم شرم کنید. یکم شرم کنید. پاریس محترم، شما لطفاً همکاری کنید. شما همکاری کنید. نوبت جناب کویس. شما یک لحظه اجازه بدید. من شما خواهش می‌کنم یک لحظه اجازه بدید. جناب کویستانی، جناب کویستانی شما صحبت کنید. جناب کویستانی علم سیاست. جناب کویستانی صحبت کنید. بله، ببینید دوستان عزیز گرامی، آقای محمدی، من یک نکته را اینجا باید عرض کنم خدمت شما بزرگوار، و اوی است که ما در اینجا وقتی در بحث شرکت میکنیم قرار نیست که ما بحث یک نفر رؤوف کوهستانی را گوش بدیم، یا یک نفر عاطف مختار، یا یک نفر فهیم کودامنی، یا یک نفر قاری عیسی محمدی را گوش بدیم. اینجا ما از یک تفکر میایم دفاع میکنیم یا یک تفکر را نقد میکنیم در رسانه. جای کار شخصی نیست که ما برای شخص اینجا بیایم. عاطف مختار یک شخص نیست. عاطف مختار یک تفکر است. چی فرق میکنه که عاطف مختار چی کار کرده در زندگی شخصیش؟ چه اهمیتی داره؟ قاری عیسی محمدی چه اهمیتی داره به عنوان یک شخصی چی کار کرده؟ کار خوب کرده یا کار غلط کرده؟ خدای نکرده. یا رؤوف کوهستانی چه اهمیتی داره؟ وقتی ما بحث میکنیم، بحث بر سر از است که ما روندها رو باید ببینیم، بررسی کنیم، نقد کنیم. اصلا جای ازی که عاطف مختار چه اهمیتی داره؟ عاطف مختار امروز زنده است، خدای نکرده فردا میمیره، با مرگش همه چیز پایان پیدا میکنه. چرا ما باید بچسبیم به افراد یخن همدیگر رو بگیریم؟ عاطف مختار هم یکی از اینمی مردم شهروندان افغانستان است، با یک عقیده و یک فکر جدا از قاری عیسی محمدی، جدا از رؤوف کوهستانی، جدا از حامد زرابی، جدا از فهیم کودامنی و جدا از خیلی از مردم افغانستان. ما چرا باید بیایم منکر از اینا شویم؟ این اون بدبختی است که برای ما آمده در این کشور تحت عنوان ایدئولوژی و سالهاست که در این کشور انسانها را تقسیم میکنه و برادر را برادر دشمن میکنه و هموطن را دشمن هموطن میکنه. دشمن که هستن دیگه کوهستانی است. قاری صاحب اجازه بدین. خب دشمن هستن دیگه، ما بشینیم که هر چی میگن ولا فرق است. اینمی افراد یک جای شده، اینمی افراد یک جای شده، طالب جور شده خود دیگه. بله خب حق داره یک آدم طالب شوه، حق داره یک آدم کمونیست شوه، حق داره یک آدم خب وطن ما رو تباه و برباد کنه، حق داره. ما در برابرش فلان نگیریم، ما در برابرش بلند نشویم. شما آن چیزی که باعث تباهی میشه را نقد کنین، نه افراد را. خب امیر ما میگیم که او بدر. شما خود چسبیدین به خود شخص عاطف مختار. کجا با شخص ما کجا با شخص چسبیدیم؟ کوهستانی صاحب گوش نبودین بخرم، شما گوش نمیکردین. او بدر ما گوش نمیکردین. یک کسی که میاد جناب کوهستانی صاحب، یک کسی که میاد بالای هزاران مردم کار میکنه، اون شخص است. بله شخص است دیگه. خب شما که گپ میزنین چرا شخص مخاطب؟ خب ما باید به ملت خود بگیم که این ملت 1000 نفری که پشت نمی نفر گرفتین ایدال است، مدال است، فاسق است، فاجر است، کاذب است، دروغگو است. سیاست خیلی نمیگه که بیاد وطن فروشی، جاسوسی، غلامی، نوکری بیاد اینا با شما سیاست بکنه. خب اینا ببینید منافق
منافق شریعت و ما باید چهره کثیف منافقا رو به ملت خود ما باید نشان بدیم. کار شماست دیگه، اندیشه شماست. ولی خب ببینید گپ بزنیم، خب نمیشه که ما شما چوب کنید. خودکمی اندیشه ما اظهار میکنیم، قضاوت مردم میکنیم، قضاوت ملت میکنیم. ولی به شخص حمله نکن. خب شخص نیست، تو بیادر یک کسی میاد که خود رهبر میگیره، امیر میگیره، کلام میگیره، دکتر میگیره. او بیادر کوهستانی است، او نمو شخصی که خود در اینجا امام میگیره، در منبر ما میشینه، در محراب ما استاد میشینه و با ما بیادر خود پی اچ دی و ماستر و استاد و عالم و چی و چی و چی میگیره و خودش میره فحشا میکنه، خودش میره بیادر عیاشی فحاشی میکنه، خودش شرابخوری میکنه، خودش لواطت میکنه. با شما چه ربط داره؟ ربطی داره که با ما دروازه مکتب بسته کردی و خودت عیش میکنی. خب نکرده مختار چی؟ مختار نکرده. کلشان یک چیز است، یک چیز است، یکیش پاس میده دیگه شوت میزنه. خیلی شما خب اینا نقد بکنن، چرا نقد نمیکنن؟ شما باید اصول بحث را رعایت کنید. چرا نمیره؟ چرا نمیره؟ شما باید اصول بحث را رعایت کنید. ببینید اینمی کسایی هستن اصول بحث که باشه ما زی بس تیر هستیم که بدر مال به خاطر مختار باید تفلسفی بکنید. خیلی شما صحبت کنید. خیلی شما صحبت کنید. یک حافظ مختار ما یاد داریم. بیادر برو خودت یاد بگی یک حافظ مختار رویه که تو حالا چی شد خدمات مختار دیگه قبول کنیم که والا باش که یک عالم سواد اومدی آره دیگران رو میگی او بدر صد کیس سواد از کجا سواد داری؟ خود سواد از کجا؟ خود سواد از کجا کردی؟ اجازه بده یک منافق حافظ مختار یک شخصی نکنید. در اینجا نگویم طالب. ببینید طالب شخصی نسازید صحبت رو لطفاً. آل زرابی صاحب ما یک دقیقه اجازه بدید، من میرم از برام بیتن. حالا ما در اینجا بیایم از ظلم و جنایات و فحشا و تنفروشی جاسوسی یک کسی نگوییم که والا باش تو به شخص یاد میکنی. چرا ملاحظت خان یاد میکنی؟ بیبی آقای کسا گپت نمیفهمید وقت چتی تو پتا بگی ما با زرابی صاحب ترتیب صحبت کنین. جناب زرابی صاحب خیلی چرا شما ملاحظت خان یاد میکنی؟ او خود شخص است. خیلی چرا شهابالدین دلاور یاد میکنی؟ او خود شخص است. خیلی چرا مولا برادر یاد میکنی؟ او خود شخص است. خیلی نمی تحریک طالبان نمی اشخاص فاسد و وطن فروش و جاسوس و غلام و نوکر جور شده. اگر شما حداقل حق را گفته نمیتونید آقای کوهستانی، ترس دارین و خوف دارین یا مصلحت میکنین یا چاپلوسی میکنین، بگذارین ما خو میگیم خودتون ساکت هستین، ما که میگیم بیادر میخین دان ما رو دیگه بیادر ساکت بکنین. خود طریقه نیست بیادر. من نمیگم شما حرف نزنید، من میگم شما اصول بحث را رعایت کنید. اصول بحث ضرورت نیست بیادر اینجا صاحب برنامه کسی دیگه است، صاحب برنامه دیگه است. تو را ضرورت نیست بیادر تو چرا چه میگی بیادر؟ ببین ما اینجا ببینیم که یک کسی اجازه بدین حال تو اینجا بیایم که بیادر تو میای سر آصف تو سر حاطف مختار ننگ میکنی، سر از او غیرت میکنی، تو بیشی تو را غرض نیست. بحث سر غیرت شخص نیست، بحث سر غیرت نمیفهمید بیادر. بابا من میفهمم خلاص ما میفهمم اون میفهمم. مناظره رو رعایت نمیکنین. خب اصول مناظره شما مثلا شریط امیر صبح داشته سر رنگ خود سر خود نمیفهمیم بیادر بازمی دیگران رو. ولی به خاطر شما رنگ ما سرخ گشته. به خاطر ما چرا گشته؟ در وطن باش، در ملت باش، ما چی میکنی؟ او بیادر ما چی میکنی؟ خب اجازه بدین یکم کنترل کنین لطفاً. اجازه بدین. زرابی من خواهش میکنم از شما به عنوان گرداننده برنامه‌ها یک اصولی داره. اصولی است که من نمیفهمم که شما چی ربطی به مختار دارید. حالا شما چی ربط به حاطف مختار دارید؟ تو چرا سر حاطف مختار میسوزی؟ مثلا اصول مناظره است بحث دارم. صاحب اصول در اینجا کس دیگه است. صاحب اصول در اینجا کس دیگه است. شما را غرض نیست. شما اگه ایمان قوی داشته باشین که آقای کوهستانی، شما باید بگوین کسایی که خودش میگه واعظان کائن جلوه بر محراب و منبر میکنه و بعد در غیاب یک کار دیگه میکنن، چرا حق را نمیگین؟ با ما اینجا مگر محکمه است که شما شما از قرآن خبر نیستین. شما از قرآن خبر میبینید و سواد قرآنی میداشتین، باز ولا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق میخوندید. شما از قرآن خبر نیستین. وقتی که خبر نیستین یک توهین دیگه توهین نیست، این حقیقت جناب زرابی صاحب. اگر آیات قرآن عظیم الشان نمیفهمید آقای کوهستانی، اجازه بدید شما به ما اجازه بدید. من شما باید اجازه بگیرم. جناب کوهستانی، جناب قاری صاحب، قرآن خبر نیستی، خودت بی سواد هستی و بگو ولا تلبس الحق چی معنی؟ خبر ندارم. خب ما بر تلاوت میکنم تو بگو ولا تلبس الحق بالباطل و تكتم. خارج نشین لطفاً. اجازه بدید. اجازه بدید. خب نمیگذارید من حرف بزنم. من در ابتدای جلسه از شما خواهش کردم که بحث شخصی نکنین، در زمان معین 5 دقیقه که در هر بخش به شما داده میشه صحبت کنین. تکرارا و مؤکدا خواستم که شخصی نکنین، صحبت ها ملی باشه. ممکن هر کدام ما خطایی داشته باشیم، خطای همه بر روی هم نیاریم، یک بحث شخصی است، بگو مگو نشه. من از شما خواهش کردم خب که رعایت نمیکنین ما اینجا چی بگیم؟ به هر کدامتون بگین یکی دیگه میگه که طرف رو میگیری. ما طرف هیچ کدام شما رو نمیگیریم، طرف این مردم رو میگیریم. من نمیفهمم از روی کدام مصلحت اینا روز برو طالب میشن، از روی کدام مصلحت اینا رو صفوفشان بیادر پشتوانی میکنن. جناب کدامانی اینجا هیچ کمترین صحبت در این بحث داشتن. به هر صورت ما از ایشان میخوایم یک جنبندی داشته باشن. جناب آقای
عاطف مختارم خارج شدن از بس. یک صحبت مختار باید خارج شود. جناب زرابی صاحب اینجا شما مثلا یک منافق مطلق هم یاری ما در برابرش نگوییم که تو منافق هستی. شما آیات قرآن عظیم شان سر ما دان ما مور میمانید که اگر نگو قاری صاحب. خداوند برام میگه من مانی صحبت شما نیستم اصلا. این مثال میگم صحبت کنید. منظورم از این هستم. ببینید با ما خداوند در قرآن گفته او آیاتی را که من علم دارم و میفهمم اگر نگوییم فهو شیطان اخرس. روز قیامت خداوند از ما سوال میکنه شما خودتان عیش و نوش دار و ندار و پیسه و دلار و یورو و پوند بازی میکنید و ملت ما تحت فقر و غربت اجازه تعلیم و تحصیل و کار را نداره. با یک آینده سردرگم حیران ماندن. ما دیگه حاطف مختار را یاد نکنیم، مولا هیبت خان را یاد نکنیم، خلیفه سراج را یاد نکنیم که والا شخصت چی کار داری؟ کی را یاد کنیم؟ فرعون هم یاد نکنیم، ابو جهل هم یاد نکنیم، قارون و شداد و نمرود هم دیگه یاد نکنیم. چون اونا شخص بودن. جناب کوهستانی از یک موضوع دیگه منظورشان بود. ایشان گفتن صبر کنین، حرف او را هم گوش کنیم، حرف شما را هم با آرامش گوش کنیم. من فکر میکنم جسارت نکردن، منظور هم نداشتن. حالا با یک شیوه تند اگر عنوان شد اصلا چنین چیزی نیستی، برداشت سوی تفاهم است. از جناب کدامانی میخوام لحظات صحبت داشته باشن. بفرمایید. خوش تشکر جناب زرابی صاحب. متاسفانه آمدن همین گروه وضعیت را قسم ساخته که ما به می وضعیت هستیم که شما دیدین تا به حال و بیننده ها دیدن و این گروه آنقدر درمانده است که حتی هیچ کسی از اینا نمیتونه بیاین در رسانه ها به مردم پاسخ بدن در مورد پرسش هایی که از طرف مردم مطرح میشن. آل او دوره چند سال پیششان نیست که اینا پنهان میشن از مردم. ببینید تمام وزارتخانه ها همین حکومت در دستشان است. یک تشکیلات هم به نام تحریک دارند در اختیار خود، ولی تمام به اصطلاح دار و ندارشان دست به دست هم داده و یک عاطف مختار بیچاره زده و زخمیه که مثل هر کدام ما ده ها عیب داره و از هر جای فرار کرده و خاطر یک مشکلش رفته در همون داخل پنهان شده و این بیچاره می از همه طور یک گروه نمایندگی میکنه که تا باخر هم توان از این نداره که پاسخ بده. چیز گروه عیب دارد، گروه متهم از پیش مردم و چیز خود از این بیچاره. واقعا من جناب زرابی صاحب دلم به مظلومیت از اینا میسوزه. همی دشمن آدم با دشمنم که دشمنی میکنه، وقتی دشمن قدراست در مقابل آدم استاد میشه، همین دشمنی هم یک لذت داره. وقتی دشمن آنقدر ذلیل میشه که توان رو در رو شدن نداره در هیچ جبهه. امروز رسانه ها هم یک جبهه است، جبهه است که ما میتونیم دستاوردهای خود، افکار خود، همه چیز خود برای رقیب خود، برای دشمن خود بکشانیم. ولی اینا توان از این ندارن که بیاین در رسانه ها لااقل داشته هایشان را برای مردم بکشن، یا کسی را ندارن که بیاید در رسانه ها از دستاورد از اینا بعد از 2 سال اشغالشان دفاع بکنن. و کسی هم که میآید به دفاع از اینا متاسفانه آنقدر مثل درختای قریه ما که در زمان روس‌ها وقت ما هر درخت قریه خود میدیدیم، زرابی صاحب 10 مرمی و چره خورده بود. مختار مسکین هم 10 چره و مرمی خوردگی است که گاه حیران است که از خود دفاع کنه یا از طالب. ما امیدوار هستم که در بحث‌های بعدی خود طالب ها حاضر شوند که پاسخ بدن. در این 2 سال همه دستاوردشان بدبخت ساختن مردم ما بوده، همه دستاوردشان بدنام ساختن کشور ما بوده که حتی امروز وقتی یک نفر مریض میشه باید بیشتر از $2000 ویزه پاکستان را بخره که قبلا ویزهش رایگان بود. من نمیفهمم که دیگه چی پرسش دارین شما که من پاسخ بدم، ولی واقعا جگرم خون میشه هم به مظلومیت مردم ما و هم به ذلت همین گروهی که امروز گویا اقتدار در دستشان است، گویا وطن ما را اشغال کردن. کمونیستا دشمنای مردم ما بودن ولی به اندازه از اینا ذلیل نبودن. کمونیستا در هر جای نماینده‌اش حاضر بود گپ بزنن، از ببرک کارمل که رئیس جمهور دست نشاندهشان بود تا دکتر نجیب، ترکی، امین، همهشان حاضر می شدن در پیش مردم، هیچ جای پنهان نمی شدن. امروز مولا هیبت الله در کدام سراغ نمیفهم پنهان است یا مرده، یا کدام ضابط آیسای است از آدرس از او گپ میزنن، وزرایشان پنهانی هستند. هیچ کدام از اینا توان از این نداره که بیا رو در رو با مردم در مساجد، در مجالس گپ بزنه یا در رسانه ها بیا گپ بزنه. حتی اگر گاه بعضشان در یگان جای گپ هم میزنن، خب میبینیم که 10 عیب از نظر سیاسی گفتارشان دارد، 10 مشکل شرعی دارند. زرابی صاحب، قاری صاحب عیسی میفهمن اینا به عنوان یکی از
علمای دینی که هر سخنرانی همی چند نفر مداحان از یا که در مجالس مختلف صورت میگیره، اینا ده ها عیب شرعی داره. همون یک آدمه که شان از به نام حماسی، او بیچاره را ما گاهی که صحبتایش میشنوم، ما شما باور کنین که یعنی میبینم که بعضی از طفلا به جای مثلا دیدن پارچه های تصویری از چارلی چاپلین یا دیگرها میرن صحبت های ملاهای از اینا را میشنون، چون صحبت های مضحک است، واقعا مثل کمدین واره اینا گپ میزنن. دیگه همین چند روز پیش یکی از استادای فاکولته شرعیات هم رای من گپ میزد، یک قصه جالب را کرد جناب زرابی صاحب. گفت که من طالبا که آمده بودن بنابر دلایل مختلف کمی گفت گرایش داشتم. گفت من مسجد که میرفتم لنگی میزدم روزای اولی که طالبا آمده بود تا 2-3 ماه قبلا. گفت در زمان جمهوریت اکثر جوانها با من صمیمی برخورد میکردن. وقتی که گفت من لنگی میزدم مسجد میرفتم دیدم که فاصله جوانها میان سالها همه مردم گفت همراهی زیاد شده رفتن، با یک دید منفی گفت به من نگاه میکردن. بالاخره گفت من مجبور شدم که پس لنگی رو اون طرف کنم، همینطوری سر برهنه برم برای نماز خواندن. گفت پرسان کردم، میگه همه مردم میگفت که استاد نام استادم میگرفتن، میگفت ما خو مسلمان هستیم ولی دل ما را از ملا و لنگی و ریش همین 4 تا طالب و چلی آمده سیاه کرده. این نفرت را که امروز در بین مردم اینا متاسفانه برای علما و برای مساجد برای دین ما کمایی کرده میرن. زرابی صاحب همه مردم تعلیمات بالای در عقیده و مسائل مختلف دینی ندارن. هر عملی که اینا میکنن چون اینا نه قانون دارن، همه چیز خود ارجاع میتن به نام شریعت و دین. هر جنایتی که اینا میکنن به پای دین متاسفانه ثبت میشه. من حق میتونم برای قاری صاحب عیسی محمدی به عنوان یکی از علمای کشور ما که اینا نگران باشن، واقعا نگران باشن، چون دین بدنام شده روان است هر روز با هر ظلم و جنایتی که اینا میکنن. متوجه باشین جناب زرابی صاحب که جهاد در اسلام در مقابل ظالم است. امروز به باور من هر کسی به طرق مختلف باید در برابر این گروه ظالم دست به جهاد بزنه. اگر کسی از در میدیا میتونه با زبان خود جهاد کنه، کسی با قلم خود، کسی با هر داشته‌ای که داره، چون این گروه نه تنها مردم ما را کشور ما را بدنام کرده روان هستند که اسلام بدنام میکنن. شما باور کنین زرابی صاحب اگر این گروه دوام کنه مثلا زیاد حاکمیتشان به کشور ما، من نگران از این هستم که یک بار بعد از شکستشان و بعد از یک قیام سرتاسری در کشور ما مردم خدای ناخواسته جوخه از دین بیرون نشن. چون مردم فکر میکنن، عامه مردم که هر ظلمی که اینا میکنن امروز بالای مردم فکر میکنن که شاید این کار این دستور یا این برنامه دین است. این خیلی خطرناک است. با قاری صاحب عیسی و تمام علمای دینی که با این گروه مخالف هستند من حق میتونم و توقع دارم که شورای علمای کشور ما، شورای علمای راستین در بیرون از کشور هر چیز زودتر در یکی از مجالس کلان صدایشون را بلند کنن و سلب اعتماد کنن از اینا که از نام ملا و طالب دیگه اینا حق استفاده کردن را نداشته باشند. تشکر جناب کدام جناب کوهستانی. یک چند موضوع من اینجا عنوان میکنم، بسیار کوتاه شما توضیح بدین. خبر دارین که احزاب سیاسی بند شده، ممنوع شده هر گونه فعالیت احزاب سیاسی که بر علیه تحریک طالبان باشه. زبان فارسی گفته شده نیاز نیست، زبان و ادبیات فارسی. کسی که تلفن هوشمند داشته باشه واجب القتل است. حتما ویدیوهایش دوستا دیدن. حمام زنانه بند، مدرسه بند، پارک بند، آرایشگاه بند. زنان با ماسک باید در رسانه ها ظاهر شوند. جوانان تا 20 سالگی مکلفن ازدواج کنند، در غیر او اجباراً به نکاح سربازان طالب در میان. فرمان امیرالمومنین است. هفته 40 میلیون هم میگیرن. به اضافه این که یکی از عوامل رسانه‌ای طالبان به نام جمیل قادری احتمالاً خبر دارین به 10 سال زندان در یکی از کشورهای شمال اروپا زندان محکوم شده و بعد از 10 سال باید دیپورت شود. در هر بخشش شما اگر ملاحظه دارید بفرمایید. بله زرابی صاحب محترم، ببینید شما چیزایی رو عنوان کردین، حالا ممکن است 100 تا دیگه هم رویش شما قرار بدین و یه احتمال وجود داشته باشه که این کار این گروه متحجر انجام بدن یا چنین فرمانایی صادر کنن یا چنین حالا اعمالی را بخواین مثلا در جامعه عملی شود. این جای شک نیست برای این. ما بارها بر شما عرض کردیم که این برنامه شما که طالبان یک شخص نیسته که حالا ما به دنبال یک فرد بگردیم. ما بیشتر به همین خاطرم، یعنی شما بعضی وقتا در برنامه مسئله حضور و غیاب امیرالمومنین را بیان میکنین، بر ما اهمیتی نداره که امیرالمومنین حالا اگر می بود چی میشد، مثلا حالا اما میدیدنش چی تغییر میامد، حالا که دیدن همیشه چی تغییر میاد. این یک اندیشه است، یک ایدئولوژی است. حالا اندیشه هم نیست، ایدئولوژی، یعنی یک تفکر معطوف به عمل هست و این اندیشه شما این رو باید در کتابای در نصاب تعلیمی مکتب دیوبند در کوره خطک و اینا ببینن
در لابلای کتابای مودودی شما باید جستجو کنین و به اون شکلش هم نیست، و شکل بسیار ناقص، برداشت‌های بسیار ناقص از کتابای مودودی است. اینا یک ایدئولوژی است که این ایدئولوژی برمیگرده در قالب چند تا فرمان. شما در هر دستگاه ایدئولوژیک چنین چیزی را می‌بینید، به دلیل از اینکه طالبان یک اقلیت خود حق پندار هستند. شما آقای مختار را می‌بینید که در برنامه حاضر میشه و کل افغانستان را ملت مجاهد خطاب میکنه و فکر و به نمایندگی از تمام ملت افغانستان گپ میزنن. آیا کل ملت افغانستان مجاهد بوده؟ آیا کل ملت افغانستان کمونیست بوده؟ آیا کل ملت افغانستان طالب بوده؟ خب این ایدئولوژی خود حق پنداری است، اقلیت خود حق پندار. 10 نفر در یک جای میشینن تصمیم میگیرن برای کل جمعیت حالا 35-40 میلیونی افغانستان. این از درد ما بارها در برنامه شما اینو میگم که ما با ایدئولوژی مخرب باید مبارزه کنیم. آقای مختار اگر اجازه پیدا میکرد اینجا حرفایش میزد، نهایت حرفشی بود که جمهوریت فاسد بود، ما این از بین بردیم مال اقتدار. هیچ حرف اثباتی یا ایجابی طالبا یا امثال آقای مختار یا همفکرانشان ندارن. ضروری است گرامی. من قبلا در برنامه که آقای مختار حضور داشت من گفتم در این برنامه براشون اندیشه طالبانی مثل یک بلدوزر عمل میکنه، فقط تخریب را یاد داره، فقط براندازی یک نظام حالا هر بلایی که هست دموکراتیک است نیست، فاسد است نیست، این را یاد دارن. چیزی برای برساختن در کشور نمیبینن. شما همه احکام ممنوعیت را میبینن. شما کجا از دفتر امیرالمومنین یا از اون نهادی که یا از مسجدش از هر جش از هر جایی که احکام صادر میشه شما یک تا احکام ایجابی پیدا کنین؟ تماما احکام سلبی است، چون در این اندیشه سازندگی راه نداره، جایی نداره. بعد با دروغ به شکل پوپولیستی هم فریبانه میاین یک پروژه به نام خوشتیپه برای مردم میکشن، 4 تا تونل و 4 تا مثلا خدمات شهرداری را برای مردم میکشن که نرخ‌ها را کنترل کردن، که یک ذره پشت از اینا منطق اقتصادی وجود نداره. شما از امثال آقای مختار که دفاع میکنن از برنامه چیز به اونا فرصت بدین، اینا نهایت حرفشون رو با مردم بزنن. در رسانه‌هایی که در اختیارشان هست یا بجز انتقاد بر گذشته چیزی بر آینده ندارن. شما یک پاراگراف مطلب نوشته از این گروه متحجر دارین که نوشته باشه که مثلا در 10 سال آینده افغانستان در کجا قرار داره؟ کجاست اینا؟ خب ما اعتراض ما برای دوستای ما که در جبهه مخالف طالبان قرار دارن بر این است که شما فرصت گفتگو ایجاد کنین که مردم بدنه که فکر میکنن که طالبان برای امنیت آوردن و آیندهشون هم میسازن اونا دچار ریزش شون. یک نفر وقتی با یک شخص توهین میکنه خود دیگه فرصت حضور در رسانه مناظره ای را از دست میده، اصلا حاضر نمیشه. رسانه یک طرفه خب بلنگوی تبلیغاتی است دیگه، امیال تمام رسانه‌ها در اختیارشان است و نشستن از صبح تا شام جشن و پایکوبی دو سالانه میکنن و بعد خودشان برای خود هم میبرن هم میدوزن. آقای مختار میگه ما اقتدار نمیفهم قدرت هستیم و واقعیت هستیم. واقعیت است که با بشکه به وجود آمده. این واقعیت خود نیست که در یک روند به اصطلاح انسانی آمده باشه فرضاً اینجا طالبان حاکم شده باشن. بشکه‌های انفجاری اینا را آوردن، مردم را به سطوح آوردن، از بس کشتن مردم. شما رسانه شما پخش میکرد، دیگر رسانه ها پخش میکردن، مردم از هلمند تا کابل پیاده راهپیمایی میکردن که صلح صلح صلح. دولت را به زانو در آوردن. نیروی امنیتی خب اونجا در پوسته بودن، در راه چی کاری میکردن در حق از اون نیروی امنیتی که به خاطر 10,000 یک نفر سرباز نانآور خانه بود او را اینا به قتل میرساندن به خاطر از با این راه که خارجی آمدن و استقلال ما را گرفتن. کدام استقلال؟ کدام خارجی؟ او کسی که غارت میکنه اون کسایی است که حمایت کردن و اینا رو به حمایت تبلیغاتی و تسلیحاتی از اینا آمدن انفجار دادن، مردم رو کشتن، آمدن به قدرت. چین است، روسیه است، ایران است و پاکستان است. این دو تا همسایه مخرب و مضر ما. ایراست ضروری است. شما هر احکام این گونه 1000 تا دیگه شما بیارین ببینین و انتظار هزار از این و احکام سلبی را شما باید داشته باشین، ولی هیچ وقت یک حکم از دارالخلافه امیرالمومنین خارج نخواهد شد که در اونجا نشان بده که ما مثلا یک کشوری را یک برنامه اقتصادی میسازیم، زنها را مثلا انسان حساب میکنیم، دارای حقوق برابر. پیوسته 2 سال از زنان افغانستان توهین کردن. 4 تا مسئله که بسیار مسئله شخصی است در جمهوریت رخ داده او را به عنوان یک روند دولتی معرفی میکنن که در افغانستان فحشا بود، فساد بود. فحشا و فساد یک امر فردی است.
این چه ربطی به دولت و نظام داره؟ او هم یک نظامی که بر اساس یک قانون اساسی آمده اونجا حاکم شده. نظام ایدئولوژیک که نیست که مردم در دستش بگیره ببنده که تو چرا فحشا کرد. بله قوانین وجود داره، در چارچوب قوانین هر کسی اگر مرتکب به قانونی میشه مجازات میشه. این که قانون عمل نمیشه او چه ربطی به این داره که طالبا بیان رو به مردم؟ هیچ قانون دیگر گذاشتن که دار فقط مردم رو باید سنگسار کنن، دست مردم رو قطع کنن، شلاق بزنن، زن و مرد و دختر و پسر و مردم تلفن‌هایشون رو چک بکنن. این چه کاری است؟ مردم افغانستان باید هوشیار شون. حقوق اساسی انسان است اینا که اینا زیر پای کردن. انسان را حق ندارن، حق آزادی، حق کرامت انسانی یا انسان به حق حیات و حق مالکیت حق نداره کسی ازشون بگیره. اینا ما به زنها حق میدیم. کی حق به تو داده که تو حق کسی را بگیری باز پس بیتی یا نتی برش؟ حق شناسایی شده، حقوق اساسی جهانی را قبول کرده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر پذیرفته که انسان‌ها به دنیا آمدن یک تعداد حقوق اساسی دارن: حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت. و اون حقوق دیگر اضافه شده. ایناست ضروری است. شما هر حکمی را که می‌بینید که نقض می‌کنه حقوق انسانی جامعه را، شما باید بفهمید از ایدئولوژی برخواسته که مردم باید در برابر از او قدم. تشکر. ما جناب کوهستانی تشکر. پیش از اینکه من یک نکته را عرض کنم و در پایان جنبندی را جناب قاری صاحب داشته باشن، ما به یک جوان آینده کشور ما خوش آمد میگویم که در این صفحه آمده، خودش معرفی کنه. سلام. سلام جانم، اسم چیست؟ حامد. در آینده میخوای چی کار شوی؟ فوتبالیست. فوتبالیست. بسیار خوب، موفق باشی. تشکر از حضورت. خب ما فقط در لابلای صحبت‌های جناب مختار یک نکته مرا بسیار حساس کرد، به خاطر یک درد 14 ساله بود که حکومت کمونیستا میگفتن که یک واقعیت است باید بپذیرین، ما هستیم، اما نمیگفتن که ما مشروع هستیم یا نیستیم، ما وابستگی‌های داریم یا نیستیم، ما بر شما جفا کردیم یا نکردیم. این زور گفتن تقریبا شبیه همون ادبیاتی بود که در اون 14 سال میگفتن ما یک واقعیت هستیم، به علاوه که در سازمان ملل هم ثبتیم، همسایه‌ها ما را میشناسه، اتحاد جماهیر شوروی به اضافه بلوک شرق و بخشی از کشورهای جهان. و یک ادبیات زور است. مردم افغانستان حرف زور نمیپذیرند، باید با ادبیات نرم صحبت کنیم، بهتر است. من در این بخش صحبت‌های جناب مختار حساس شدم، یک مقدار تداخل پیش آمد، قاری صاحبم بگو مگوی بینشان پیش آمد. به هر حال من به عنوان متصدی برنامه از شما و هموطنان عزیز عذرخواهی میکنم. قبل از اینکه قاری صاحب یک جنبندی داشته باشن، من میخوایم به صورت مجازی یک دستشان بالا بیارن با جناب کوهستانی. اجازه بدید ما نه این خواهش برادرانه یک هموطن از شما خواهش کردم. من یک چیز میگم جناب زرابی صاحب، من در اینجا سیاست نمیکنم، من در اینجا استاد ادبیات نیستم. برنامه‌تون در ریکارد است، تمام ملت در اینجا میبینه. من از درد دل ملت خود گپ میزنم. من دردیده هستم، در حالت قهر هستم، غصه هستم، در حالت جنگ هستم، در حالت بیادر فقر هستم، غربت هستم، در حالت تباهی و بربادی هستم. اولاد ملت نان نداره و ما بیایم بیادر در اینجا بشینیم با منافق نگوییم، با کافر نگوییم، بیادر هر کس که هر چرت و پرت بکنه و ما بشینیم که والا ما در اینجا ادبی گپ میزنیم، در اینجا بیادر فیلسوفا شیشته. نه بیادر، ما فیلسوف نیستیم، ما افغانی گپ میزنیم، ما وطنی گپ میزنیم. اگر تو بیادر با ادب آداب امریکایی و استرالیایی و اروپایی گپ میزنی، ما بیادر از قریه و قشلاق وطن خود گپ میزنم. بیادر اگر به این شما ما میگم که ای کاش جناب کوهستانی صاحب از قرآن عظیم شان یک چند آیت اگر اینا مطالعه میکردن که الله در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، کسانی که ایمان آوردین گپ محکم بگوین. اجازه بدین که بیادر ما بگوییم. خب ما به مولا هیبت خان نگوییم، به مولا امیر خان متقی نگوییم، به مولا در نگوییم. امروز اینا که نظام به دست گرفتن و بالای ملت ما احسان میکنن که ما شما را بخشش کردیم، ما عفو عمومی کردیم. عجیب نیست ما با اینا نگوییم؟ و بالای ما که احسان میکنن که ما به شما امنیت آوردیم. اگر ما در حرم شریف باشم و در مسجد بیت الله الحرام باشم و اولادم گرسنه باشه و پیشوری میشته میتپه و روح و میمره، ما بیادر رایی خوش باشم که در مکه هستم، بیادر بیرون نبرایم که بیاش بیادر رایی امنیت هسته یا بیرون بریم پشت غذای اولاد خود ما حرکت کنیم. بیادر شما میال وضعیت اقتصادی مردم افغانستان را 100% خود دقیق خبر هستین. جناب زرابی صاحب به شما روز چند تلفن میآید؟ به شما روز چند تلفن میآید؟ با جای به همه رسیدگی نمیتونید. چقدر سرتون فشار میآید که شما به یک کسی کمک کردن نمیتونید و او از شما توقع داره. جناب کوهستانی صاحب در اینجا یک نفر میآید، در اینجا ما یک قسم طالب داریم. یکی طالب وحشیه که بیادر 20 سال وحشت کرد و امروز هم میکشه. یکی لابیگرای طالب مثل آقای حاتف مختار که اینا از MI6 و دیگه استخبارات پول میگیره و فقط شب و روز برنامه را پیش میبره.
و یکی چاپلوسای طالبی است. تا وقتی ما به اینا چاپلوسی بکنیم. فیض حمید آمد در کابل و ما یک تانه تاریخی رمان و چای نوشید. محمود قریشی قدم زد بیادر وطن ما اشغال است. اساکر پاکستانی بیادر به زبان اردو از پنجشیر برای ما پیغام میتن و ما بیادر امروز هیچ چیز نگوییم. فیض حمید در سرک کابل بیادر در سر سرک استالکایی شیرچای میخوره. معادن افغانستان به چور و پتالا رسانده. او اقتصاد ورشکسته پاکستان که امیدوار بودیم امروز و صبح بیادر از بین میره پاکستان. با چور و تالان افغانستان بیادر قوی شد. ما امروز نگوییم به لابیگر منافق طالبانی بیادر با ناموس و دختران نازک ملت شما بیادر رفتین غریزهای جنسی و حیوانی تان پورا میکنیم. ما امروز نگوییم که والله این حریم شخصی یک نفر است. چرا امروز بیادر شما فرعون یاد میکنید؟ یک منافق جاسوس باز میای بیادر به این نظام کفر طالبانی، به این نظام ظلم طالبانی نسبت اسلام میته و اسلام مقدس ما را بدنام میکنه. ما هیچ چیز بیادر نگوییم که باش بیادر در اینجا در برابر عاطف مختار بیادر شخصی میشه. آقای کوهستانی در اینجا بیادر خفه میشه. باز برای کلاس آداب در اینجا چی کنه؟ ما افغان دردیده هستم. ما وقتی که میبینم که طالب در پشت پرده چی است و پیشروی پرده چی است و خدا روز به روز اینا را میشرمانه. آه مادر مظلوم اینا را میشرمانه. اشک طفل یتیم و فقیر افغانستان اینا را میشرمانه. تعصبات قومی را جناب زرابی به اوج رسیده. تعصبات سمتی و مذهبی را شما ببینید و ما هیچ نگوییم که ولا باش. بیادر عاطف مختار آقای کوهستانی میگه که اگر یک لابیگر طالب اینجا میایه و توهین شه و باز دیگر روز به برنامه نمیایه. خب باید که نبیایه. اگر شرم داشته باشه، حیا داشته باشه، ایمان و غیرت داشته باشه خب نبیایه. ندارن. نه شرم دارن، نه حیا دارن، نه عزت دارن، نه غیرت دارن بیادر. از جناب زرابی من نمیتونم که در اینجا بیشینم که ولاد اینجا طالب گپ بزنه و چند جمله و چند جمله انگلیسی رو به ما چی کنه که جیوپولیتیک است و کمچم که مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان است و کلشان فقط یک بینر یک لوحه است که در پشت سر خود است. اینمی آقای منافق را که شما در اینجا آوردین خود شما دیدین بیادر این خون نیست اسلام. بر لحاظ خدا بگوییم که بیادر این نظام طالبانی این نظام است و شما در بینش یک منافق هستین. حقایق را بگوین. این به ما قرآن میگه. ما اینجا که میایم جناب زرابی صاحب ما از شریعت و از اسلام گپ میزنم. اگر اینجا یک کس دیگه میای از سیاست گپ میزنه و سیاست از قسمی است که بیادر اگر کانادا پیسه داد سیاستش کانادایی میشه، اگر انگلیس داد سیاستش انگلیسی میشه، اگر پاکستان داد سیاستش پاکستانی میشه. ما هرگز این قسم سیاست نمیکنیم. و ما روزی رسان ما والله خیر الرازقین است. ما از درد ملت خود صحبت میکنیم. ما میفهمم که برنامه ما شما رو نمیالی. شما شخصیت‌های بزرگ هستین. شخصیت‌های علمی هستین. اینم خود آقای کوهستانی درست است. شما شخصیت عالم و ما که میگین ما بی سواد از درد ملت گپ میزنیم. شما سواددارا از مصلحت کار میگیرین و در اینجا مصلحت کار نمیده دیگه. ما میفهمم که اینجا می برنامه ما شما را علمای ما میبینه، بزرگای ما میبینه، رهبرای ما میبینه، کلانای ما میبینه. ما سیاست نمیگم که اونا به من نمره بده. مثل آقای یونوری نمره بده بیادر. قاریسا محمدی چند نمره گرفت. ما از درد خواهر بیوی خود صحبت میکنم. ما از طفل یتیم خود صحبت میکنم. ملت ما جناب زرابی صاحب در حالت غرق شدن است. در حالت غرق شدن است. ما برباد است. 2 سال یک عمر است، یک زندگی است. اولاد ما شما جناب زرابی صاحب 2 ماه به مکتب نرفت. چی بالای ما میگذره؟ چی بالای ما میگذره؟ در مکتب یک نمریشه که معلم اگه خراب کنه آسمان به زمین میذاریم. به پای ما در محاکم میرسه، در آلمان میرسه یا نمیرسه جناب زرابی صاحب. ولیکن اولاد اگر ما میگیم واقعا ما مؤمن باشیم که بگیم مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسد، اگر ما بگیم که بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرین از یک گوهرن، اگر واقعا به این قسم باشه تو بیا اولاد خود در جای اون مردم قیاس کو که نه نان دارن، نه آب دارن، نه صحت دارن، نه سرپناه دارن، نه خانه دارن، نه بیادر اتاق گرم دارن، نه اتاق یخ دارن، مکتب هم ندارن. اجازه ای نداره که قلم را به دست بگیره. ما به اینا میگم، با آقای کوهستانی میگم، با هر کسی دیگه که این جمعیت در برنامه شما مصلحت دیگه گپ از مصلحت غیر است. 20 سال شما تباهی بربادی کردین. امروز که به ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که از دین دفاع کو، از سرزمین دفاع کو، از حریم خود دفاع کو، اینا در این جمعیت که بیادر ولا دیگه جنگ راه حل نیست، جنگ استخباراتی منطقه است. چی جنگ استخباراتی منطقه است؟ تو بیا بیادر اگر تو خائن نیستی، خائف نیستی، بیادر صندوق ببند که کی بیادر در اینجا میبره.